خوب باشه، رو به راه باشید و سر حال. امروز روز 6م کورس جدیدمون هست که گفتم شما با من همراه باشید. جفت ارزهای USD هند، CHF ین ژاپن، USD به مصر، USD پاکستان و دلار به ترکیه رو من باز کردم و تریت های روز 6م رو داریم میزنیم. گفتم این ویدیو رو بسازیم برای بچه های یوتیوب ببینن و تریتش با توضیحات باشه. توی CHF ین ژاپن یک مومنتوم سنگینی ببینید شروع شده. این فشار بالایی که داره این کندل، از این فشاری که این کندل داره، یعنی که منطقه عرضه بوده، گرفته شده و خب ما میتونیم صبر کنیم که اگر کندل بیاد توی نواحی مکس داشته باشه باهش با اون عرضه ما هم همراه بشیم پایین. اما این کندل خوب بود، اما چون فشار زیادی از پایین داره نمیشه بهش اعتماد کرد. بریم توی USD پاکستان. اینجا منطقه تقاضای خوبی هست، ببینید کندل ها همه از اینجا برگشتن. یک کندل خوبی بیاد اینجا مکس کنه ما میتونیم خرید بزنیم. ببینید اینجا هنوز پیش خور شدن این خرید همینجا ملموسه. ببینیم کندل بعدی میاد اینجا یا نه. USD به ترکیه هم دقیقا همین ناحیه عرضه خوبی ساخته. ما ببینیم که آیا میتونیم باهاش ورود کنیم یا نه، بیاد به اون ناحیه برسه و فروش رو بزنیم. بریم توی اینجا هم قیمت‌های خیلی خوبیه به خاطر فشاری که اینجا ببینید تشکیل شده اومده، این میاد پایین و ما میتونیم باهاش فروش بزنیم. من یکم زود زدم ولی خب اینجا مارتینگلش رو میگیرم که انشالله با سود بسته بشه به خاطر این فشار فروشی که از اینجا هست که با سود بسته شده. ببینید سر این قله دقیقاً با سویچ این سایه برابری میکنه. توی USD کجا بود؟ CHF ین ژاپن که از این دو تا سایه باز میخواستیم فروش بگیریم، هنوز کندلی به اونجا نرسیده. USD پاکستان که همین الان فکر کنم دوست زدیم. USD به ترکیه ببینید اومده رد کرده این فشارها رو دیگه، چون بالای این بست ناحیه‌ای که اینجا عرضه میداد به ما کلا فیل شد، تموم شد و دیگه باید با خریدار اگه میخوایم همراه بشیم که من کلا تریدر خریدار نیستم، بیشتر فروشنده هستم. بریم توی USD هند. خب موقعیت خیلی خوبیه، من یه فروش اینجا میزنم. برای 5 ثانیه بچه‌ها خیلی باید حواستون باشه نقطه ورودتون رو دقیق بگیرید. این دیلی هایی که داره یهویی شما بالا میزنید میاد پایین بسته باز میشه خیلی بده. حواستون باشه که اینترنت خیلی خوب داشته باشین. این گپ هم داشت، گپ کمک میکنه به ریزش ما. بیایم توی USD به پاکستان. یه لحظه من ویدیو رو پاز میکنم که تلفنم رو جواب بدم، دوباره در خدمت شما هستم. خب برمیگردیم به ادامه معاملاتمون. بریم توی USD به هند. منطقه خیلی خوبی ساخته. آخرین ترید مفهومم همینجا زدیم به خاطر این فشار فروش و این گپی که داره. منتظر بشیم ببینیم آیا تو این نواحی که ببینید همه کندل ها و این سایه ها ازش برگشتن و نتونستن تا حالا بشکننش برن بالاتر، آیا این کندل میاد اینجا یک مکسی بکنه که من با فروشنده همراه بشم یا نه. این گپ تو داره، خطرناکه گپ تو. فعلا موقعیت خودمون خوبمون همین USD هنده که ببینیم آیا میاد اینجا. مکس خیلی خوبی داره، من یه فروش اینجا بزنم به خاطر مکس خیلی زیادی که داشت، ولی خب ضرر شد رفت بالا. اینجا سر این سایه من سویچ اگر بگیرم خب خوب داره میره. این ناحیه بود که ما منتظرش بودیم که بیاد اینجا مکس کنه و ما فروشمون رو بزنیم که خب سود هم شد. این فروشی که اینجا زدم به خاطر مکس که زیادی که داشت، به خاطر این گپ و این قله‌ای که اینجا بود گفتم شاید واکنششون بده که واکنش هم نشون داد، اما خب زود برگشت بالا و ضرر شد. مارتینگلش رو گرفتیم و سود شد. بریم توی USD پاکستان. هم یک مومنتوم نسبتا خوبی رو این از این ناحیه شروع کرده داره میاد، ولی خب این گپی که اینجا گپ تویی که یه مقدار داده کارو خراب میکنه، ما نمیتونیم بهش اعتماد کنیم به خاطر اون گپی که داره. توی USD ترکیه هم همینطور ببینید گپ تو داره و چنگی به دل نمیزنه. بریم دیگه توی USD به
پاکستان این همونی که گپ تو داره، ولی خب من ریسکو میکنم اینجا فروش رو میدارم، اما خب وقتی گپ تو داره نباید بزنید. حالا من به خاطر پشتوانه مالی و اینکه خب بگم بیخیال ترید میزنم، شما که در حال آموزش هستید و خب خیلی با طمأنینه میخواید معامله کنید، اینها رو نزنید بچه‌ها. USD هند دوباره از همین ناحیه‌ای که ما گفتیم برگشت. ببینید نتونست هیچ بدنه کندلی بالای این ناحیه ببنده و همون علت ما میتونیم دوباره روی ناحیه حساب کنیم و با فروشنده ها همراه بشیم که ترید رو هم زدیم، با سود هم بسته شد، خدا رو شکر. خب تقریبا یک فکر میکنم 1000 خورده دلاری ما سود گرفتیم و حد سود امروزمون تقریبا زده شد. بقیه ترید ها هم میذاریم باز برای اینکه کافه ترید با بچهای دفتر راه بندازیم. امیدوارم که توضیحاتی که دادم براتون مفید بوده باشه، شما هم بتونید تریداتون رو بزنید و همیشه انشالله پرسود باشید. باز هم میگم درآمد دلاری لازمه تمامی جوانهای ایرانه. با این تورم و اقتصادی که ما داریم بدون درآمد دلاری عملا شما نمیتونید کارتون رو پیش ببرید. امیدوارم موفق باشید. خدا نگهدار.